لا إله فاعلم أنه لا إله إلا الله. این مد چرا اینجاست اینجا؟ یعنی نیست هیچ کسی مستحقی که ذاتش عبادت و قانونش اطاعت شود الا الله، بغیر از کی؟ الله. شبکه توحیدی ایمان زلال تقدیم میکند. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. مفهوم لا اله الا الله. لا اله الا الله چی معنا داره؟ یعنی زیو کتاب دارم په نام ده مفهوم لا اله الا الله. دا کتاب لیکم انشاءالله ممکن یو شل صفحو ته ورسیږي. تاسو باندې یو شل صفحو خلاصه به زده کړئ که تاسو دا زده کړئ انشاءالله تعالی د طیبه د کلمه سم معنا باندې پوهیږئ. کس خاصه باشه که مثلا معنای درست کلمه را بسیاری کسان میخوانند لکن معنایش درست نمیفهمند. پس مفهوم کلمه چی است؟ سعی کنین در کلمه جمله دو عبارت است. لا اله این نفی است، ایش اثبات است. در کلمه در بخش اولش در کلمه مثلا دو جمله هست. در این دو جمله در جمله اولش لا اله، یعنی په کلمه کې دو جمله دی لا اله الا الله محمد رسول الله. دو جمله شد. در جمله اولش دو عبارت است. لا اله یک عبارت است، الا الله عبارت دیگه هست. لا اله نفی میکنه تمام معبودای باطله و تمام معبودای طاغوتی را. دو قسم معبود است. نفی چی را میکنه؟ نفی دو چیز میکنه، معبودای باطله و معبودای طاغوتی را. لا اله یعنی نیست هیچ کسی مستحق چی که ذاتش عبادت شود و نظام ها و قوانینش تطبیق و اطاعت شود. پس در جمله اولش معبودای باطل است، کسایی که عبادت میشه کل از را باید نفی کنی. اگر کس ملائکه را عبادت میکنه یا کسی مجسمه را عبادت میکنه یا جن عبادت میکنه کل از ای نفی میشه. پس انسان مسلمان وقتی که کلمه میخوانه اول تمام معبودان باطل و در قسمت بخش دوم معبودای طاغوتی را چی میکنن؟ نفی میکنن. معبودای باطل کسایی است که مستحق عبادت نیست را مردم عبادت میکنن و معبودای طاغوتی کسایی هستند که قانون ضد شریعت الله میکنن. پس انسان مسلمان باید اول چی کنه؟ کل از اینا را نفی کنه. فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، یعنی در بخش اول چی میکنیم؟ در لا اله الا الله نفی است. بخش دوم کلمه چی است؟ الا الله. باز امی دو چیزه برای کی اثبات میکنی؟ برای الله. یعنی الله او تو معبود است که ذاتش عبادت میشه و قانونش اطاعت میشه. پس لا اله الا الله. حال سوال میشه که او عبادت الله را و اطاعت از شریعت الله را به طریقه کی بکنیم؟ محمد رسول الله. پس اینجا باز سه تعهد میشه.
تا این قسمت فهمیدین انشاءالله؟ باز تکرار میکنم. کلمه طیبه دو جمله هست. یک کافر شما را پرسان میکنه، میگه من خو کافر هستم، میخوایم مسلمان شوم، چی کنم؟ شما برش میگید که لا اله الا الله بگو محمد رسول الله. میگی خود دو جمله هست، بسیار ساده هست. این چی کمال داره؟ برش میگین که قبلا تو تعهد نداشتی، یک انسان غیر متعهد بودی، که الله هیچ ارتباط نداشتی. این کلمه را که میخوایی که الله سه تعهد میکنی. تعهد اول چی است؟ یا الله بغیر از ذات تو هیچ کسی را پرستش نمیکنم. دوم تعهد چی است؟ دوم تعهد یا الله بغیر از شریعت تو، یا الله بغیر از شریعت تو قانون هیچ کسی را قبول نمیکنم و در زمینت تطبیق نمیکنم. انسان خود الله خلیفه را پنځکه کنه، یعنی الله دا خلیفه تعیین کړی. نو دلته څه وایي؟ یا الله بغیر از شریعت تو قانون که هیچ کسی را قبول نمیکنم و در زمینت تطبیق نمیکنم. پس تعهد اول یا الله بغیر از ذات تو هیچ کسی دیگه عبادت نمیکنم. تعهد دوم یا الله بغیر از قانون تو شریعت تو قانون هیچ کسی را قبول نمیکنم و در زمینت تطبیق نمیکنم. و سومی چی بود؟ یا الله عبادت و اطاعت تو را به طریقه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام میدم. این اینجا طریقت شد. ما و شما اهل طریقت هستیم؟ هستیم. پیر ما کی است؟ محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. حالا بسیاری کسا مشکلشان در چی هست؟ یک کسی میگیره دیگر روز پیرش یک مشکل می داشته باشه. یک کسی رهبر خود میگیره دیگر روز رهبرش خودش مرتد میشه. یک کسی مثلا راهنما و سی خود میگیره سعی میکنه که خودش پشت دخترها رو در شارمه بگرده. اینال اگر انسان باز به تشویش مفتخه او ولی من در زندگی بسیار تکلیف داره، به خاطر که مشکل نداشته باشه الله بر ما رهبر ما را، پیر ما را، مرشد ما را، راهنمای ما را، اسوه ما را تعیین کرده و گفته ولکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الاخر. این برکت است که الله را میخواه و روز آخرت را میخواه. کسی باز دنیا میخواه و پیسه میخواه و چی میخواه باز بر خود هر رهبر را تعیین میکنه دلش. اینال ما و شما گفتیم که مفهوم لا اله الا الله محمد رسول الله. کافر را گفتیم کافر جان تا دیروز تو تعهد نداشتی، حالا که مسلمان میشی که الله چند تعهد داری؟ سه تعهد داری. اینال که الله سه تعهد داری، تعهدایت باید که الله هر مسلمان اینمی تعهدات داره. انسان اول باید تعهد داشته باشه باز تخصص داشته باشه. اول تعهد است باز چی است؟ تخصص است. پس اینال در لا اله الا الله میفهمند چقدر کلمه دو جمله هست لیکن یک کتاب معنا میده. پس در لا اله الا الله، لا اله اول دو چی بود؟ اینال مار کدام شما را که اینجا گفتیم بیاین بگوین این قسم بگوین. بگوین که کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله دو جمله هست. در جمله اولش در لا اله الا الله نفی است. نفی چی هست؟ نفی دو چیز است: معبودای باطل و قانونسازای طاغوتی. قانونسازای طاغوتی کی است؟ معبودای باطل. چند تا معبودای باطل؟ بیشتر از 20 قسم معبودای باطل است.
یک کسی بت پرستش میکنه، یک کسی سنگ پرستش میکنه، یک کسی حیوان پرستش میکنه، یک کسی آفتاب و مهتاب و ستاره ها یاره پرستش میکنه. این معبودای باطل است. و قانون سازای طاغوتی کی هست؟ فلاسفه هست. ارسطو یک طاغوت است، افلاطون یک طاغوت است، یا قانونهای ضد شریعت الله جور کردن. فیلسوفا کلش طاغوتا هست. چرا همیشه یا چی هستن؟ اصل وحی را قرار نمیدن، عقل خود قرار میدن. میگه چیزی که عقل من میگه من را قبول دارم، خلاص طاغوت شد. مارکس، انگلس، لنین یا کلش طواغیت هستن. و هر کسی که قانون ضد شریعت الله میسازه این طاغوت است. پس انسان مسلمان، یعنی ما وقتی که در پوانتون و شما معاصرین هستین و مردمای تحصیل کرده هستین، همیشه وقتی که انسان کلمه را هم میخونه به شکل اکادمیک بخونه. لا اله نیست هیچ کسی مستحقی که ذاتش عبادت شود و قانونش و نظامهایش تطبیق شود. پس این دو چیز نفی میکنیم، میگیم الا الله. پس کسی که مستحق است که ذاتش عبادت شود و قانونش اطاعت شود کی است؟ الله. الا الله. پس کی عبادت میشه؟ ذاتش الله. و کی اطاعت میشه؟ نظام و قوانینش الله. لا اله الا را بسیار مددار بگوین، اینجا مد است. لا اله فاعلم انه لا اله الا الله. این مد چرا اینجاست؟ اینجا یعنی نیست هیچ کسی مستحقی که ذاتش عبادت و قانونش اطاعت شود الا الله، بغیر از کی؟ الله. ذات الله عبادت میشه و شریعت الله اطاعت میشه، نظام الله اطاعت میشه به طریقی کی؟ محمد رسول الله. این جمله دو میشه. پس ما اول نفی کردیم تمام معبودای باطله و تمام قانونسازای باطل و طاغوت صفته. اول یاد چی کردیم؟ نفی کردیم. فمن یکفر بالطاغوت، اول باید نفی کنی. از این خاطر علما میگن که اول باید تخلیه کنی خدا، بعد از تحلیه. این کلمات رو برای شما میگم، شما مردمای چی هستین که تحصیل کرده هستین. پس جز اول تخلیه شد، نفی شد. جز دوم تحلیه شد و اثبات شد. و از این سه تعهد هم معلوم شد. تعهد اول، تعهد دوم و تعهد سوم. این تعهدات معلوم شد. خب حالا یک کسی سوال میکنه، میگه این رو خب فهمیدیم نه؟ عبادت ها چند قسم است که ما او را خاص برای الله بکنم؟ 6 قسم است. سعی کن معلمی که است این هنر است، خب این علم نیست. معلمی هنر است. همین 6 قسم ما چه قسم بر تو در یک دقیقه یاد بتون؟ که هر 6 شده یک دقیقه یاد بگیریم. این خود گفتیم فکری هست، قلبی هست، زبانی هست، بدنی هست، مالی هست، قانونی. صحیح شد؟ حالا چه قسم زود یاد میگیرین؟ دستانی قسم بکنین. خب بگین اول عبادات فکری، بگین فکری. 2 قلبی. 3 زبانی. 4 بدنی. 5 6 قانونی. اول دوم درم چلورم پنجم شپږم زدمسون. فهمیدین انشاءالله؟ یعنی 6 قسم عبادات. چند قسم عبادات؟ 6 قسم عبادات. خب نظام ها رو شما را پرسان میکنم، میگه شما گفتین که 12 نظام است. برشان میگن بله، الله 12 نظام برای ما تعیین کرده که اگر تو مسلمان هستی این 12 قانون الله را باید، و در هر کدام از این 10 آیت 20 آیت الی 100 آیت است در هر نظامش. اولش نظام اعتقادی است. نظام اعتقادی، این را حاکمیت اعتقادی هم میگن. حاکمیت اعتقادی
نظام اعتقادی اسلام یا حاکمیت اعتقادی؟ نظام اعتقادی یا حاکمیت اعتقادی اسلام؟ نظام اعتقادی اسلام چی است که اعتقادات تو را برات الله تعیین کرده. الله تعبدوا الا ایاه، کس دیگر عبادت نمیکنی بغیر از کی؟ بغیر از الله. پس این نظام اعتقادی. دوم نظام عبادی یا نظام عبادات، حاکمیت عبادی اسلام یا نظام عبادی اسلام. نظام عبادات چه قسم روزه بگیریم، چه قسم نماز بخوانیم، چه وقت افطار بکنیم، چه وقت سحری بکنیم. سوم نظام اجتماعی اسلام، حق پدر، حق مادر، حق همسایه، حق طفل، حقوق انسان، حقوق حیوان، حقوق زن، یار کلش الله تعیین کرده. این بسیاری کسا میگه که من حقوق زن در اسلام قبول ندارم، برش میگیم در اینجا تو کافر شدی. فهمی؟ یگانه که نه کافر اجتماعی است. حجاب، عورت، تمام حقوق مربوط به چی میشه؟ نظام اجتماعی اسلام میشه. باید حق هر کسی الله تعیین کرده. و بالوالدین احسانا، این بالوالدین احسانا ای آیت مربوط چی میشه؟ نظام اجتماعی اسلام. رسول الله صلی الله علیه و در مورد همسایه زیاد چیز میکنه. والجار، کلمه جار در قرآن آمده 3 قسم، جار ذی الجنب و فلان جار فلان جار. این کل چی است؟ حقوق اجتماعی همسایه را تعیین میکنه. حقوق طفل تعیین میکنه. همین که ازدواج میکنیم به خاطر چی ازدواج میکنیم؟ به خاطر از اینکه حقوق طفل چیز شد. من در یک جای یک کنفرانس ها وقتی که صحبت میکنم گفتن حقوق زن. ما گفت حقوق زن بر شما چه قسم است؟ ما گفتیم حقوق زن این است که اول ما را گفته ازدواج کنیم. وقتی که ازدواج کردیم حق زن چی شد؟ مراعات شد. زن بسیار خوب آمد لوکس، لباس لوکس پوشیدگی در خانه شوهر میره. صحیح نه؟ اونجا برش بسیار احترام میکنن، تخت داره و لباس داره و همه چیز داره. اما اگر اسلام نباشه در مقابل 50 روپیه و 100 روپیه در سرکا فروخته میشه. پس ازدواج به خاطر از این است که حقوق زن چی شود؟ مراعات شود. اگر این خانم از طریق اسلام صاحب اولاد میشه، بازی عزت پیدا میکنه که رسول الله صلی الله علیه و آله که احترام مادر بکو فان الجنه تحت اقدامها. زیر قدم از چی میشه؟ جنت میشه. کدام مرد است که در زیر قدمش جنت است؟ حتی دوزخ هم زیر پای مردان نیست. پدرش، اما پدر دروازه های از دروازه های جنت است. کسی که میخواد که دروازهش بشکنه باز پدر خود بیادبی بکنه. متوجه شدین؟ پس سوم نظام اجتماعی است. چهارمش نظام اخلاقی است. اخلاق الله بر ما تعیین کرده که چه قسم اخلاق داشته باشه. الحیاء شعبة من الایمان. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله که الحیاء شعبة من الایمان، امی وحی از طرف الله برش گفته شده. پیغمبر هم از دل خود گپ زدن. الله میگه و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى. بناء صبر. اخلاق با الله، اخلاق با رسول الله صلی الله علیه و سلم، اخلاق با صحابه، اخلاق با آل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، اخلاق با والدین، اخلاق درس که باید هم صفاستا بشینید، زانو بشینید، پایت دراز نکنید، زیاد فاجعه نکشید. اینیا کلش چی هست؟ این اخلاقای همیشه است. اخلاق درس، اخلاق کت استاد. یه قسمی که در هتل وارد شیشته بودش، استاد میگه این شاگرد است. این شاگرد نیست، این شاگرد است. این چه قسم؟ عیف درسم. عیف درسم برای این درس میده. اینال چی شده؟ پس این کل اخلاقا را که تعیین کرده الله متعال تعیین کرده. با مادر چه قسم اخلاق کنی، با پدر چه قسم اخلاق کنی، با دوستا چه قسم اخلاق کنی. پس نظام اخلاقی الله توسط آیات قرآن چی شده؟
تعیین شده و بر رسول الله صلی الله علیه و میگه و انک لعلی خلق عظیم. اگر شما میخواین صاحب اخلاق خوب شوین، اخلاقتان مثل اخلاق رسول الله صلی الله علیه و سلم بگردید. اخلاق رسول الله صلی چه قسم است؟ مثلا که یک کسی قار شدی صحیح؟ بینجا مثلا من کدازی جنگ کردم، آل غیرت من میگه که اینی زدن نمیتونی خفافش کنی ها؟ این حال اگر من اخلاق اسلامی داشته باشم، خب من کدازی جنگ کردم، آل الله چی میگه؟ ادفع بالتی هی احسن. خیلی اشتباه کرد تو گذشت کن. فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. خیر دور جان دما و تا پلارونه ساده خلکو نپیده تو دیلبانی نپیده دخمنی در لود رازم و تا دیوالی که و دوستی که و چی که یا بل وزن سیکوی وقتی که اخلاق رسول الله صلی الله علیه و میگیری که دمی لحظی که من امروزی جنگ میکنم، اگر ایواز من رسول الله صلی الله علیه و سلم بود از یخن ازی میگرفت، عفا میکرد. الله چی میگه؟ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فی الامر. در احد صحابه نظر دادن، باز که رفتن گپ پیغمبر اونجا هم اجتهاد از دل خود کردن، پایین شدن. الله متعال رسول الله صلی بسیار وضعیتش خراب است. الله برای گفت که فاعف عنهم. این صحابه را گفت بفرمایید، صحابه را گفت که ببخششان. رسول الله گفت عفوت عنهم. نه گفت قسم نمیشه، تو لعلی خلق عظیم هستی و استغفر لهم. همین صحابه که اشتباه کردن برشان مغفرت هم بخوای. خب مغفرت هم قاسم یا الله اغفر اصحاب احد یکفی؟ الله گفت نه یا کفایت نمیکنه. و انک لعلی خلق عظیم و شاورهم. پس لدینا به هم سر مشوره کی خیر داشت غلطی وسو. فاذا عزمت فتوکل علی الله. و مخلوقات باید توکل مکوه. کامیابی یا شکست یا الله پلاس داده، مخلوق پلاس نده. پس ایشت نظام چی؟ چند نظام یاد گرفتیم؟ 4 نظام. نظام اعتقادی، نظام عبادات، نظام اجتماعی و نظام اخلاقی. پنجمش ششمش سعی کنین اعتقاد عبادت 2 نظام خوب حفظ کنین، اجتماع و اخلاق 2 نظام. سعی شد نه؟ 2 تا حفظ کنین. اولش چی است؟ عقیده و عبادت. دومش چی است؟ جامعه و اخلاق. صحیح شد؟ بیشتر از 100 آیت در قرآن درباره سیاست داریم. اگر یک کس میگه که در اسلام سیاست نیست، برش میگم که کافر گلخانه. کافر شدی خود نمیفهم دلت. یک کسی 100 آیت انکار کنه، یا نفر 100 آیتون انکار کی، یا کافر ده. یا نفر یه آیت انکار کی، کافری کی. 100 آیتون انکار کی. ان آیات قرآن ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه. نظام قضایی، ما در قضا هم آیات قرآن داریم. اگر کسی میگه نه ما در اسلام در محاکم قانون اطاعت میکنیم و قضای اسلامی را قبول نداریم، برش میگه که تو در چندین آیات قرآن که درباره فیصله هست تو کافر شدی. در قضا، نظام قضایی اسلام، نظام قضایی اسلام مثلا حدود است، قصاص هست، هست نه؟ آیات داریم برای حدود، آیات داریم برای قصاص. اینال برای هر چیز حکم است، آیات است و احادیث است. بناهن نظام قضایی شد. پس اولش نظام چی شد؟ اعتقادی، دومش عبادی، سومش اجتماعی، چهارمش اخلاقی، پنجمش سیاسی و ششمش قضایی. این حال هفتم و هفتمش نظام اقتصادی هست و هشتمش مالی هست. 9 وزارت میشه،
وزارت اقتصاد، وزارت مالیه. صحیح است؟ پس نظام اقتصادی چی است که مسائل اقتصادی ره. چه قسم نظام اقتصادی است؟ مثلا شما را یک کس پرسان میکنه آیا اسلام درباره اقتصاد آیات داره؟ برش میگی بله، درباره اقتصاد آیات داره. کلوا واشربوا ولا تسرفوا ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین. چی معنی مبذرین کانوا اخوان الشیاطین؟ امیر عیسی تلویزیونایی که رقص نشر میکنه این کلش بیادرای شیطانه. اگر زن است خوار شیطان است. چرا؟ تبذیر است. مصرف کردن مال در چیز حرام این تبذیر است. زیاد خوردن این اسراف است. یعنی حال کسی میگه من سر شبم یک غوری پلاو میخورم پس شبم یک غوری پلاو میخورم، برش میگیم که تو تقوا حاصل نکردی. کلوا واشربوا ولا تسرفوا. اسراف نکنید. اسراف چی است؟ زیاده روی در حلال. و تبذیر چی است؟ مصرف در حرام. انما الخمر والمیسر، ده میسر ده قمار است. کسایی که گیم پابجی میزنن یا قمارباز هستن. الله میگه انما الخمر و شراب. آیا ما فابریکی شراب ساخته میتونیم؟ الله میگه نه، این عمل شیطان است، فاجتنبوه. نظام اقتصادی اسلام میگه که تو حق نداری فابریکی چی بسازی؟ شراب سازی بسازی. یک کسی میگه من مسلمان هستم، خب 1 میلیارد دلار سالانه عایدات از طریق چی است؟ از طریق زنا هست، سیاحت. دخترای خدا بر زنا پیش میکنه، باز چی میگه؟ میگه ما اقتصاد خدا پورا میکنیم. از طریق دوسی اقتصاد میکنه، باز میگه من مسلمان هستم، رهبر مسلمانای جهان است. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. پلیتی هست، عمل شیطان است، فاجتنبوه. پس ما آیات زیادی درباره اقتصاد داریم. به نام نظام اقتصادی اسلام ما کتاب نوشته کردیم، مکمل کتاب است. و نظام مالی اسلام است. نظام مالی اسلام چی است؟ که پیسه را از کجا پیدا میکنی، پیسه تا در کجا نگاه میکنی و پولت در کجا مصرف میکنی. عایدات، حفظش، سرمایه گذاری و مصرف نمودن و توزیع زیمال، این کل چی است؟ مربوط چی میشه؟ نظام مالی اسلام. کافرها یک وقت دیدن که در زمان عمر ابن عبدالعزیز رضی الله عنه وقتی که نظام مالی اسلام تطبیق شد، بیرق عمر ابن عبدالعزیز در 3 قاره جهان در اهتزاز بود. یعنی بیرق اسلام در 3 قاره جهان بود. لا اله الا الله. چی معنی که این قوانین تطبیق میشه؟ یا چی کردن؟ نظام مالی اسلام از بین بردن. زکات مکات نیست، نظام اقتصادی اسلام نیست. مسلمان ها از کل این که چی شدن؟ ضعیف شدن. اجازه نمیده که نظام مالی اسلام چی شود؟ تطبیق شود. 9 نظام تعلیمی اسلام است و نظام فرهنگی اسلام است. نظام تعلیمی چی نمیگه؟ که وزارت تعلیم و تربیه، تحصیلات عالی. تو وزارت کار نیست، یک وزارت بس است. در اسلام همین هم اسراف است. در وزارت تعلیم و تربیه از ابتدای شروع میشه، متوسطه، لیسانس، ماستر، دکتر، کلش دوسیه‌اش جمع یک جای باشه بسیار خوب است. روز که کارم داری برات میگه اون دوسیه از صنف اول تا دکترا. حالا که بیری میگن برو از وزارت معارف علیحده بگی، از وزارت تحصیلات عالی علیحده بگی، جنجال میشه. مصرف زیاد است. یک وزارت که وزارت چی است؟ تعلیم هست. این تعلیم چی است؟ الله برش قانون گذاشته. چه قسم قانون گذاشته؟ مرد درس بخونه؟ بله بخونه. زن درس بخونه؟ بله بخونه. چرا زن درس بخونه؟ آیا زن ساینس بخونه؟ زن ساینس بخونه؟ کس میگه که نخونه یا میگه بخونه؟ کسی هست که بگه زن ساینس نخونه؟ کس مخالف ساینس خواندن زن؟ علی خانم که ساینس نفهمه و التراساوند از چی میفهمه؟ ما لا یؤدی الواجب الا به فهو واجب ایضا. علما میگه وقتی که یک واجب یعنی عزت زن مسلمان حفظ نمیشه مگر با موجودیت دکتر زن. پس موجودیت دکتر زن بالای مسلمان ها چی است؟ فرض است، واجب است که باید دکترای زن داشته باشید. لکن فرق اسلام و فرق دموکراسی در چی است؟ که در اسلام اینجا کلام من یک وقت پرسان کردن، خب گفتن همین اسلام بر زن چه قسم زمینه تحصیل است؟
ما گفتم فرق اسلامی است که این نشست یعنی پوهنتون امهات المؤمنین، پوهنتون ده مؤمن و خویند و پوهنتون دانشگاه خواهران مؤمن. در اینجا که از این دروازه داخل میشی، رئیس پوهنتون زن، شاگردایش کلش زن، درسش کلش توسط استادایش زن هاست. پوهان صاحب شکیلا جان الکوزی رئیس فلانی، مثلا پروفیسور جمیله فنا رئیس 15 اقتصاد خانم ها. پس در اینجا کلگی میتونه که هم طب بخونه، هم شرعیات بخونه، هم کلگی رو بخونه. استادایی هم فامیل خود میره قرار دیدان دروازه پایین میکنه. در دروازه که داخل شدی اینجا از پیاده گرفته تا کارمندش تا مدیر تدریسیش تا رئیس پوهنتون کلش کی هست؟ زناست. زنا رشد میکنن یا نه؟ حالا میگه دموکراسی چی میگه؟ میگه نه، اینجا یک دونه درخت هست، باید از زیر درخت حتما یک لڑکی باشه و یک لڑکا. پیش از اینکه دکتر شوه وقت دانگتر شدن. فهمیدین دانگتر؟ اراده دموکراسی پیش از اینکه زن دکتر بسازه از او چی جور میکنه؟ داغسر جور میکنه. اول به روزو یک عیب جور میکنه، شخصیت از او از دستش رفت. از این خاطر میگیم بیادر ما را زمین درس گپایش تی. اما اگر نظام اسلام باشه، بزرگترین عالم خانم کی بود؟ ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها هست. کبار صحابه میمدن از ام المؤمنین فتوا میخواستن. مفتی بود، شاعر بود، حافظ قرآن بود، مفسر قرآن بود. احادیث بعضی از ابوبکر و از عمر کده بی عایشه احادیثش زیاد است. یک زن خارجی مرا گفت که Who's your teacher? After my teacher is a lady. Your teacher is lady. گفتم زن بود، خواستم که قلبش حاصل کردم. نه گفت کی تو زن؟ ما گفتم او زن ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها هست. اول استاد ما همین است. گفت چه قسم استاد است؟ ما گفتم اگه صحیح بخاری کس خوانده، هر شیخی که میگم من شیخ الحدیث هستم، استادش بی عایشه است. چرا خوب؟ عن عایشه رضی الله عنها. اگه شیخ التفسیر هم است، روایتی از عایشه هست، از امهات المؤمنین. پس وقتی که من علمنی حرفا سیرنی عبدا، کسی که یک کلمه را از پیشش یاد گرفته من غلام از او هستم. پس ما استاد ما ام المؤمنین عایشه صدیقه را داره. لکن ام المؤمنین این یک پوهنتون پاک درس خوانده که امروز وقتی که نام خدیجه الکبری، نام مثلا عایشه، نام زینبه، نام سمیه، نام از جایی که گرفته میشه، نام خانم فرعون، این کل از جا وقتی نامایشان گرفته میشه، ما و شما بر از اون بسیار با عزت چی میکنیم. پس اینجا چی هست؟ این نظام تعلیمی اسلام است. پس فهمیدید فرق بین نظام تعلیمی اسلام و نظام تعلیمی کفر. کافر به غیرت است. کافر همیشه خوش داره که کت زنش یک کس دانگز کنه. زنش بگو بیا کتم رقص که بازو سلطوری میکنه که شور مفتم. نه ترش شور چی؟ شور تریخ. پس نظام تعلیم اسلامی قسم است. نظام فرهنگی ایران ببینید افراطی کی هست؟ بی غیرت کی هست؟ تروریست کی هست؟ تروریست کسی است که خانم خود در گیر گرگا میته. افراطی کسی است که در قسمت دختر فامیل خود افراط میکنه. اینو افراطی میگن. ما و شما خود معتدل مسلمان هستیم. دین ما دین چی هست؟ وسط است. خود ما امت چی هستیم؟ وسط هستیم. نظام فرهنگی چی است؟ اینمی فرهنگ ما هست. سعی کنید جوانان میایم در خیمه ها در اعتکاف، این فرهنگ اسلام است. الله متعال مثلا ابراهیم علیه السلام گفت که بیت الله شریف جور کن. گفتی برای چی است؟ للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اعتکاف ابراهیم علیه السلام میکرد. ما در ملت ابراهیم علیه السلام هستیم. اینالی اینی کسایی که اعتکاف میکردن متوجه هستین؟
این فرهنگ اسلام است. ما ترک دنیا نکردیم. پس فرهنگ ما چی است؟ فرهنگ ما این است که عالم ما، جوان ما، انجینیر ما، دکتر ما، پروفسور ما، دکاندار ما، تجار ما، هسپیتال رئیس صاحب دم اعتکاف کی کینی. لکن مثل دیگه نیست که بگه والا ما چی میکنیم؟ ترک دنیا میکنیم. سیکو 10 روز آمدیم در مهمان الله شدیم، لکن ترک دنیا نکردیم. هر معتکف هستی کنید ماشاءالله خوب خوراکات از زیر خیمه شدن، غیرتیش باز یگان ذره بر ما میاره، بی غیرتش خود کلمه میخورن. غیرتیش باز دیگه استاد از یک دانه شما هم بخورید، بی غیرت شما تو دانه خود پاک میکنن. استاد خوب هستی شما زنده باشید. گر ندانی غیرت افغانی هم پشت پرده آمدی میدانی. این حال چی هسته؟ این فرهنگ اسلام است. فرهنگ اسلام چی است؟ نظام فرهنگ اسلام الله گفته که هر کس هولیدی داره. هولیدی یک روز یک کس را پرسان میکنم هولیدی چی معنی؟ میگه رخصتی. معلم انگلیسی است. من گفتم تو معلم نیستی، معلمک هستی. هولیدی خب به معنای رخصتی نیست. هولیدی به معنای روز مقدس. هولی دی روز میگه، هولی مقدس میگه. هولی وود چوب مقدس. هر چیز خود به دین خود ارتباط داده. فهمیدی نه؟ این حال وقتی که این کلش مقدس است، ما هم روزهای مقدس خدا داریم. روز مقدس ما چی است؟ روز مقدس ما روزی است که مثلا 30 روز عبادت کردن، 10 روز یا 20 روز اعتکاف داشتن. مثلا انجینیر صاحب، 2 تا انجینیر صاحبا 20 روز اعتکاف داشته بودن. دین اسلام بر ملاها نیست. بعضی کسا ملا میگه من که ملا هستم در اعتکاف نشسته بودم، لکن انجینیر صاحب که انجینیر است در اعتکاف نشسته بود. این حال نظام فرهنگ اسلام چی است که ما در فرهنگ اسلام 30 روز 30 شب عبادت الله را میکنیم. درش به دشت ورزه در الله عبادت کنی. 10 شب متواتر آمدی میمان الله شدی، از کل چیز دنیایی تیر شدیم، آمدی اینجا در مسجد عبادت کردی. آل الله متعال میگه که مستحق خوشی تو هستی، تو زحمت کشیدی. این حال اینی عید توست. چرا یک ماه تو زحمت کشیدی؟ روز عید روز جایزه هست. اینی را میگه نظام چی؟ فرهنگی اسلام. یک نفر میگه مثلا من روز تولد من تجلیل میکنم. تو در روز تولد چی کردی؟ روزی که تولد شدی تو مرغواره گپا نمیفهمیدی. تو چی کلت صلاح داری که روز اسلام میگن روز، یا روز زن ما تجلیل میکنیم عید زن، عید مرد، عید بابا کلان. او روز یک تماشا کردم مثلا جشن خراب کسی روزا گرفته بودن. این حال اسلام کسی کنین اتا عیدش که است فرهنگش چی است؟ یک فرهنگ مقدس است که در این فرهنگ انسان مسلمان چی میکنه؟ عبادت الله را میکنه. باز در ختم عبادت چی میکنه؟ خوشی میکنه. در اون چیزی که خود انسان نقش داره. این حال تو روز اول عید روز چی است؟ روز جایزه هست. الله برات جایزه را میده. عید قربان چی است؟ آجیا زحمت میکشن، میرن مثلا بسیار سختی ها را تحمل میکنن، باز بالاخره این روز چی است؟ کل ما شما خوشی میکنیم که یک تعداد مردم مثلا 2 میلیون 3 میلیون کلشان رفتن عبادت الله را کردن. این نظام چی میگن؟ نظام فرهنگی اسلام میگن. مثلا نظام فرهنگی اسلام بیادر خواندگی و بچه خواندگی نیست. این کلش چی است؟ نظام. خب 11 و 12 نظام دعوت اسلام است و 12مش نظام عسکری و جهادی اسلام است. اینال در اینجا هم الله تعیین کرده آیات دعوته که وقتی تو دعوت میکنی اکثرا کسایی که هستن دعوتگرای دیگه دنیا که هست این قسم دعوت میکنه، از بالا شروع میکنه، اول از عقیده شروع میکنه. مادر جان الله یکیست، پیغمبر رسول الله هست، در مقابل کلمه تعهد داریم. خوب مادر و پدر خود با تعهدات کلمه میفهمه. باز روز که عروسی کرد باز میگه مادر جان ما شما خود تعهد کردیم که زندگی خود به طریقی کی میکنیم؟ رسول الله صلی الله علیه و آله. آیا عروسی رسول الله صلی الله علیه و آله دول دنگی گپا بود؟ تو طریقی ازی نشد دیگه. مادرش میگه بچه خب شد تو گفتی خلاص سازماز نباشن. دعوتگرای ما شما یک قسمی سرچپه، مادرش هنوز کلمه را صحیح یاد نداره، جنگ داره سر ساز.
او رو خوب میمونه که خوب تلویزیون سیل کنه، باز اون روز باش میگه که ساز نمیاره، باز اگر مادرش اون طرف و یک گروه اون طرف از این تنها هست. در دعوت اسلامی چی هست؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمه. حکمت چی هست؟ که دعوت از کجا شروع کنی؟ از طریقی رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول الله صلی الله علیه و سلم 13 سال دعوت به چی کرد؟ لا اله الا الله. کل آیات مکی درباره چی نازل شد؟ درباره عقیده. پس اول تو در فامیل از کجا شروع کن؟ از عقیده شروع کن. وقتی که عقیده جور شد ببین که کل گپای چی میشه؟ وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم عقیده صحابه را جور کرد، صحابه را گفت چپه چپه، گفت حرکت حرکت. هر جای گفت ما را میبری که یا رسول الله صلی الله علیه و سلم ما آماده هستیم. حالا ذکر عثمان غنی بود نبود؟ ابوبکر صدیق مالدار بود نبود؟ اما آیت قرآن چی میگه وقتی که هجرت کردن؟ للفقراء المهاجرین. چرا فقیر شدن؟ به خاطر عقیده خود کل مال خود ترک کردن. حالا بسیاری کساس عقیده را درست نمیفهمه، ولی میگه دمی هتل ما دمی شفخانه ما دما پورتال که شفخانه که دخزی سریان چه گرد وادی بیاد تا پیسې ډیر پیدا کی، پیسې پیدا کی خب به الله د حکم مخالف سوی باید خزه بیل سرای بیل، باید هر شی برابر کی. خیر عایدات کم کرد. ابوبکر ټول مال د الله پر رضا ورکړ. تا د اقل یو 2% لګ لګ دی عایدات کمیږي، ورسته بیرته کیږي. پس خوب میشه. اما باید چی کنی؟ قربانی بدی. این نظام دعوت اسلام است. و در نظام عسکری و جهادی هم بسطها آیت قرآن است که ایره تعیین میکنه که یک انسان مسلمان چه قسم از خود دفاع کنه، چه قسم از سرزمین مسلمان ها دفاع بکنه، چه قسم جهاد بکنه. در وقتی که در جهاد میره آیا طفل بکشه، آیا زن بکشه، آیا چی رو بکنه؟ این کلش برشان رسول الله صلی الله علیه و گفت که وقتی شما حرکت میکنید باید اینی کارا بکنید، این کارا بکنید. ابوبکر صدیق وقتی قماندانای خود روان میکرد گفت که مثلا زنا را غرض نگیرین، خانه ها را خراب نکنین، درخت کسی را بیهوده قطع نکنین. حتی کسایی که در کلیسا و در معبدهای یهود هستن همون ملایشان که واد جنگ غرض نداره که از غرض نگیرین. یعنی کل شرایط اینجا برشان تعیین کردن. خلاصه درسی بود که مفهوم لا اله الا الله محمد رسول الله در بخش اولش نفی است که تمام معبودای باطل و طواغیت نفی میکنی. بخش دومش الا الله کل از چی میکنی؟ اثبات میکنی. و در اینجا با الله متعال سه تعهد میکنی که ذاتش عبادت میکنی و قانون و نظام هایش. چند نظام باید تطبیق بکنی؟ اینمی 12 نظام. ما وقتی که خواندم یعنی کل آیات قرآن امی 12 نظام تشریح میکنن. شما هر آیت که بیان زیر از این نظام میه، زیر از این نظام میه. ذالک الکتاب لا ریب فیه الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه. در کدام نظام میه؟ نظام اعتقادی. صحیح شد نه؟ هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. در چی میه؟ نظام عبادت میه. و بالوالدین احسانا نظام اجتماعی. و انک لعلی خلق عظیم نظام اخلاقی. اینمی قسم هر کدام از چی هست؟ کل اسلام در اینمی 12 نظام خلاصه میشه که کل ازی مربوط میشه به کلمه چی؟ کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. و السلام علیکم.